چند شده بود؟ منو مجبور کردی $4 بخرم. من اول شروع کنم خب بعد 5 دقیقه عوض کنیم دستر با هم. یعنی تایمر بذارم؟ آره یه تایمر بذار 5 دقیقه. خب ببین این بازیش مثل که خیلی بد دست و سخته. تو که از نه از درخته میرفته اگر از عقب برم چی میشه زرنگ بازی؟ دستش جوری میتونی وایسا خب نمیره. ببین وقتی اینجوری می‌کنی نمیره. بعد یه ذره عقب‌تر کن عمرن نه بعد شما تموم. خیلی لطف کردین تشریف خانم نیا. خیلی لطف کردین. شما اگر جاتی کامپیوترم گذاشته شدم همینقدر پیشرفت می‌کرد که تو پیشرفت کردی. نکن کلیک تو چیه؟ تو صبر. خیلی ریلکسی چه اصلا خورد نمیشه ببینی چجوری اون نوک موندی؟ من بودم الان پرت شده بودم. چرا نصف تو خونه آهنگ داره پخش میکنه؟ چرا یه آهنگ؟ خفه شد آقای زر تمرین کنم خب رفت مثل آقای شده. دستشو خسته نکن آب بیاریم براش. نمیخواد چرا انقدر دوستش داری برچی کرم رفیقی ما خدایی دوست داشتی یه رفیق اینجوری داشتی صبح میمه در خونه داشتی با لکه صدام برس نه چی شد؟ چرا اومد بیرون؟ نمیخواستم این غذا میشه ما بریم قرصای کوروشو بدیم بهش. خدا اصلا واقعا ببین با منطق نبود دیگه خدایی. چیش با منطق نیست یارو تو قابلمه داره با چکش سعی میکنه از صخره بره بالا. قیافش نکن اونم قد من چیز دارم یه خودش هم اصلا نداره برگرده ببین چون مادرت مرتضی آفرین به این میگن رید مد. رد کن این بشکه رو نمیتونی رد کنه همه چی رو رد کردی اینم رد کن دیگه وای. من میگم تا همینجا خوبه. مرسی که از اینکه ویدیو رو دیدین. بده همین راهه. این باشه که میری بالا این چوبه رو بعد برش کردیم از اون ور بعد بچرخونی نه از این ور از پشتش بعد بیاری دیگه چوبو از پشت بیاری دیگه. نه از عزیز من نمیشه نه اومد یه دقیقه وایسا اینقدر هول نکن یه دقیقه وایسا این چه وایسا باری کردم وایسا گفتم از این برم راه داشت. Sorrow is my own yard, where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire that closes round me this year. William Carlos Williams. تو خودت این آقایی آره مریم بیا بالا پایین نگاه نکن بیا بالا تو با فنگ پسر خوب باری کردم قربونت برم باری کردم نه دارم سعی میکنم چجوری این کارو کردی؟ گوش نمیده به فرمانم مرتضی گوش بده به فرمانم گوش بده حس کنم جراحی میکنم به اون گوشه سنگ اگر سرعتی برم چی؟ سرعتی راهش نبود؟ آنه گوشه وای اینقدر نه هی بعد اینجوری کنی؟ میشه؟ نه معلوم که نمیشه جا نمیشه این با اون کوزه اش کی ساخته اینو؟ نمیدونم اسمش چیه بذار سرچش کنم میگه بس